دوستان گرامی امیدوار مهریار مهرآفرین، امیدوارم که خوب و خوشحال باشید. درود بر شما کیخسرو کیانی، مردی از سرزمین وخشور تاجیکستان. بفرما، من گوش میدم. دوستان گرامی، میخواستم که در مورد یک چند سال پیش فیلم آفریده‌تان، فیلم و نوشتار آفریده‌تان با نام تاجیکستان گهواره فرهنگ و زبان پارسی است که با زبان و نوشتار نوبی پارسی تاجیکی است و مردم نیز دارند از آن خیلی با خوبی و با یک افتخار بلند احساس میگیرند و خوب دریافتند که خیلی چیزای بیولوژیش دارد، گفته ها و واژه های بیولوژیش نوبی پارسی تاجیکانه دارد. در همین مورد میخواستم شما نظرات خود را درستتر و روشن‌تر در همین فیلم آفریده‌تان نظرات خود را میزدید، بسیار خوبتر میشد برای ما مهرجان. درود بر شما و بر همه مردمان هستی، به ویژه کسانی که زبان من را در میابند. حالا برخی ها نام آن را پارسی میدانند، برخی ها نام آن را تاجیکی، برخی ها نام آن را به هر روی. آنانی که زبان من را میفهمند و میدانند که من با چه زبانی گفتگو میکنم، درود و ادب به پیشگاه تک تک شما گرانمایگان، به ویژه مردم فرازمند و گرانسایه تاجیکستان و دولت فرهمند و فرهنگمند تاجیکستان که این زمینه رو برای بالایش و برای بالندگی و رسایی و سازندگی فرهنگ و منش آریایی در پهندشت سرزمین آریانا فراهم کردند. پرسش شما که خسرو گرانمایه پیرامون این چگامی که فرمودید در خور آفرین هست. چرا؟ برای اینی که برخی باورمندند که اگر ما بخواهیم که به زبان پوره تاجیکی گپ زنیم، به زبان پوره پارسی نمیتوانیم. برای اینی که ما سعدی و حافظ و خاقانی و قاآنی و مولوی رو، خیام را و دیگر بزرگانی که بر روی بودند داشتیم، از ابوحفظ سغدی بگیر پایینتر تا اینی که به امروز برسه، ما بیگمان باید با زبانی که به زبان عربی و ترکی و دیگران آغشته و آلوده شده است با اونها گپ بزنیم. این چگامی که شما دارید میبینید بازگو کننده این هست که ما میتوانیم با زبان پوره خودمون گپ زنیم. واژه پوره یک واژه تاجیکی بسیار فرازمندی است که در انگلیسی آن را پیور مینامند، خالص و ناب. و ما پوره گفتن و پوره شنیدن و پوره گفتمان کردن را میتوانیم هنگامی که بخواهیم خودمان باشیم، هنگامی که بخواهیم تاجیکانه بیاندیشیم، تاجیکانه منش داشته باشیم، تاجیکانه کردار داشته باشیم. اما اگر گوش به فرمان دیگران باشیم، از نارسایی گفتگو میکنیم. این چگامه‌ای که شما دارید میبینید، این یک نمونه بلندی هست که بزرگانی به مانند من، حالا نام ببرم یا نبرم این بسیار مهم نیست، برای اینکه اون چیزی که مهم هست خود واژگان و خود شیوه سرایش این هست که من گفتم تاجیکستان گاهواره فرهنگ، منش و اندیشه و ادب پارسی است. این سخنی است که در این سرود گفته شده است و ای کاش ما بتوانیم زمانی داشته باشیم که به واژه پارسی و پارسی بپردازیم. پرسشی هست؟ بفرمایید که خسرو گرانمایه. بسیار خوب استاد گرامی امیدوار مهرآفرین. و پرسش دیگر همون این است که یک چند سال پیش شما نیست که همه چکامه هایتان، همه نوشته هایتان با خط و واژه های نوبی پارسی تاجیکی است، اصلا بیولوژیش.
و یک فیلم دیگر نیز آفریده بودیم اگر خطا نکنم سال 2013 بود با نام خط سریک و هفت خطها. بله. شما تا حال در این باور هستید که ما تاجیکان در خط سریک میمونیم به خط یعنی فارسی یا فارسی بر نگردیم تا به حال. شما نیز خواستار این بودید و نمیخواستید که میخواستید که همین خط سریک بماند و تمامش در چی بود نظرات در این مورد. ببین کیخسرو گرانمایه، این پرسش بسیار بسیار در خور نگرش هست. امیدوارم که دولت مردان تاجیکستان این سخنان من رو بشنوند و چندین بار گوش کنند که این سخن کمی نیست که من میگویم. بسیار چالش ها ما داشتیم، بسیار گفتمان ها داشتیم، بسیار بحث ها داشتیم که بر سر اینی که خط کریلیک یا خط سریلیک بر روی گوناگون اینو میخونن بایستی که به خط پارسی برگردانده باشه. مهرآفرین آکنده از مهر و عشا و راستی است. ما یک بار زندگی میکنیم، باید تاجیکانه زندگی کنیم، باید به مانند مردان شاهنامه‌ای زندگی کنیم، باید از بودن خودمون خوشنود باشیم، باید از نبودن ما فرزندان ما، نسل‌های آینده ما احساس ننگ و عار نکنند. این سخن را من گفتم که به شما یک نکته بسیار بسیار مهم را بگویم. نکته‌ای که مهرآفرین به شما میگوید این است که آنانی که خواستار برگردوندن خط سریلیک به پارسی است، آیا اونها پارسیگو هستند؟ نه، اینها همه دروغ است. من میبینم که نوشته که پارسی را پاس بداریم، اما گاهواره خدایگان زبان پارسی که شاهنامه هست آن را با ت طویله عرب می نویسند. توس را با ت دسته‌دار می نویسند. اینها دروغ می گویند. مهرآفرین وسیع‌ترین، گسترده ترین واژگان پارسی را به این مردم پیشکش کرد. میگن ما نمیفهمیم. چطور اینهایی که پارسی را نمیفهمند خواستار برگردوندن خط کریلیک به فارسی هستند؟ اینجا مشت اینها باز میشوند. چرا؟ برای اینکه این مردم پارسی نیستند، اینها مردم فارس هستند، فارسی گفتگو میکنند. فارسی یک زبان دربداغونی هست که 65% اون عربیه، نزدیک 85% اون ترکی، با روی هم رفته 25% و بنواژه ها و وامواژه ها هم باز اونها به بیگانگان نسبت میدن، به مانند خواهش، خواهشن، نون تنوین عربی، گاه، گاهن. من بسیار بسیار کوشش کردم که این مردم را به سوی پارسیگویی ببرم. اینها از گفتن یک درود سر میپیچند. برای چی میخواهند که خط کریلیک را به خط فارسی بیارند که نزدیک 90% اون ضد ایران راستین و ضد منش راستین تاجیکانه هست؟ برای اینی که تاجیکستان که امروز چشم و چراغ هستی هست، یک دولت آریایی هست، یک ملت آریایی هست، اونها را بتوانند که آموزه های طالب و طلاب را در مغز فرزندان اونها سپخته کنند. من میدونم که این سخنان من دشمن برانگیزه. مهرآفرین کارش راضی کردن و خوشنود کردن مردم نیست. کار من آگاه کردن مردمه. درست به مانند یک پزشک کارش دارو دادن و آمپول زدن، سوزن زدن و کارت پزشکی و جراحی است. بیمار از پزشک بیزاره. بیمار از خوردن دارو و آمپول زدن، تزریق کردن خوشش نمیاد.
ولی هنگامی به خود میاد که اگر اون آنتیبیوتیک، اگر اون دارو رو نمیخورد مرده بود. و من در واپسین دمان زبان، حیات و زندگی زبان پارسی سرود من حبود کرد، سرود من سروش شد. هر زمان ایران به بدبختی فتاد.